با سلام خدمت دوستان، پویان هستم از کانال پویان تک. در این ویدیو میخوام به شما برنامه‌ای رو معرفی بکنم که با اون میتونید در واقع به والت‌های گم شده، به کیف پول‌های گم شده دسترسی پیدا بکنید. خب برنامه‌های زیادی برای این کار هست. برنامه تحت موبایل هستش، تحت لینوکس هستش. کار انجام میدن که من تو بررسی‌هایی که انجام دادم خب خیلی این برنامه‌ها فیک هستن و در واقع ویروسی بهشون بایند شده و خیلی کلاهبردارا اینو به هر عنوانی به شما میفروشن یا در اختیارتون قرار میدن که بتونن دسترسی داشته باشن به اطلاعات خودتون و در واقع هک کردن شما. من خب تونستم 2 برنامه که تحت لینوکس بود و تحت ویندوز در بیارم و توضیحاتش رو میخوام به شما بدم. خب این یکی از این برنامه من الان بازش میکنم خدمت شما و شما میتونید ببینید و من سازوکارش رو به شما توضیح میدم. این برنامه ها میان به صورت رندوم یه سری به اصطلاح سید جنریت میکنن و اونا رو اسکن میکنن ببینم موجودی داخلش هست یا نیست، که اگه موجودی بود اونو به شما به نمایش میزن و اطلاعاتی رو به شما میدن که اون اطلاعات شما میتونید کیف پول رو در واقع ریکاوری کنید. خب عنصر شانس خیلی بستگی داره، در واقع یه جوری مثل پیدا کردن گنج تو بیابون میمونه ولی به صورت دیجیتال و با تکنولوژی. ممکنه تو 1 ماه شما به کیف پول برسی که گم شده، ممکنه تو 1 روز برسی. من خودم یکی از دوستانم بودن در واقع تو 1 شب خوابید، صبح بیدار شد یه دونه بیت کوین در واقع تونست پیدا بکنه و نقدش هم کرد. یکی هم میشناسم شاید 2 ماه داره اسکن میکنه، $50 $100 تونسته پیدا بکنه. و کسی دسترسی نداره. ما با جنریت کردن و به صورت شانسی ممکنه بهشون دسترسی داشته باشیم. و همونطور که گفتم زیاد به برنامه هایی که تحت موبایل اطمینان نداشته باشید، چون خیلیشون فیکن و فقط ظاهر کار رو واسهتون برنامه نویسی کردن که بتونن در واقع شما رو مجاب کنن که اونو دانلود کنید و در واقع برنامه بایند شده به ویروس هم. ببین حداقل سیستم هم که شما میخواید این برنامه استفاده بکنید دیگه رمتون باید 4 باشه. تو پی سی بخواید تو ویندوز بخواید استفاده کنید سی پی یو هم دیگه بالای 3 باید باشه، 3 از 3 بخواد باشه، چون ممکنه هنگ کنه، چون سرعت این برنامه بالاست و تنها کاری که شما میکنید کار خاصی هم لازم نیست بکنید. شما فقط کافی برنامه رو باز کنید. الان من یه توضیح میدم روی این برنامه رو شما من برای شما در واقع تحت ویندوز در آوردم. وقتی بازش میکنید با این صفحه مواجه میشید. شماره 1 رو که بزنید یه دونه ولت واسهتون جنریت میکنه، حالا کاری به اون نداریم. شماره 2 رو که بزنید یه دونه ولت در واقع شماره 1 ولت BTC واسهتون جنریت میکنه. شماره 2 ولت اتریوم و BNB و ماتیک و فعلا همین 3 تا ولت واسهتون جنریت میکنه. ما با شماره 3 و 4 کار داریم که این به صورت رندوم اسکن میکنه این ولت هایی که جنریت میکنه. شماره 3 رو که شما بزنید دیگه باید صبر کنید. به این صورت نسبت به سرعت سیستمتون شروع میکنه به اسکن. در واقع شما اینجا میتونید مشاهده بکنید که یه آدرسی هست، آدرس کیف پوله، یه ممه، این در واقع همون سیده که از 12 تا 7 تشکیل شده و واسه ریکاوری کیف پول استفاده میشه. و بعد بلنسش هم همونطور که میبینید 0 BTC اسکن میکنه. این رندومه. این حالا شما میذارید این بالا هم توضیحاتش رو نوشته. چک تعداد ولت هایی که چک شده 130 133 میره بالا و بلنسی که پیدا کرده یعنی مقدار موجودی که پیدا کرده فعلا 0. حالا همونطور که گفتم خدمتتون صبر میخواد دیگه، صبر و شانس. این یه جور در واقع پیدا کردن گنج تو حوزه دیجیتاله. شما اگه خوش شانس باشید به انرژی خود اعتقاد داشته باشید ممکنه تو 1 شب بخوابی صبح بیدار شی یه دونه بیت کوین پیدا کنی. پس صبر داشته باش. من آخرین ولتی که خودم پیدا کردم مربوط 1 ماه پیش بود. یه ولتی بود $150 تقریبا داخلش داشت. من اونو نقدم کردم و استفاده کردم. این یک برنامه است که این کارو میکنه. حالا برنامه دیگه هم هست. من اینا رو همه رو تحت ویندوز در آوردم. سازوکارشون تقریبا شبیه همه. این هم یه برنامه دیگه است. 1 و 2 شماره 1 رو بزنید حالا واسه تست یه دونه به شما سیت میده 12 رقمی. شماره 2 رو بزنید با سرعت بالا کیف پول‌های BTC اتریوم
LTC و دوج رو اسکن میکنه و اگه موجودی داشته باشه شما تو فولدر نصبی خود برنامه که برید یه فایل تکست هست به نام found wallet. شما نیاز به کاری نیست که انجام بخواید بدید. شما اگه کیف پولی که موجودی بالانس داشته باشه پیدا بکنه اینجا واسهتون لیست میکنه و با این اطلاعات شما میتونید کیف پول بازیابی کنید و انتقال بدید موجودیشو به کیف پول خودتون که حالا اکثرا بلدن اینو. حالا کسی که بلدم نباشه من خودم این اطلاعات رو در اختیارش میذارم که چجوری بخواد این کارو بکنه. برای اطلاعات بیشتر راجع به برنامه من آیدی تلگرامم رو پایین ویدیو میذارم، پیام بدید، من راهنماییتون میکنم و آموزش برنامه رو بهتون میدم. با تشکر.